وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب دیروز ما تعریف اول رو تبیین کردیم. خلاصه همین شد که فرمودن که اینها اجتهاد رو خلاصه کردن به فعلی از افعال مجتهد، یعنی کاری را که مجتهد انجام میده، همین که به سراغ ادله میره، این تلاش علمی مجتهد رو میگن اجتهاد. اما در این که متعلق این تلاش چیست، دیروز عرض کردیم که 3 قول وجود داره. اولین نظر این بوده مجتهد تلاش میکند، به ادله رجوع میکند برای تحصیل ظن به حکم شرعی. قول دوم، این کار مجتهد تعلق میگیرد به قطع و علم به حکم شرعی. سوم هم فرمودن که نه، این فعل مکلف تعلق میگیره به تحصیل الحجت، حالا چه ظن به حجت داشته باشد یا علم و قطع به حجت شرعی پیدا بکند. قول اول که دیروز عرض کردیم که متعلق فعل مجتهد ظن به حکم شرعی باشه، به نحو مستوفی ما توضیح دادیم. اما امروز به حول قوه الهی نقدی که به این قول به نظر میرسد رو عرض میکنیم. ما با کمال احترامی که به بزرگانمون قائل هستیم، صاحبان این مبنا قائل هستیم، خدای نخواسته این نقدها دلیل بر تنقیص و خدمتتون از کنم که خدای نخواسته جسارت به این بزرگان ما نیست. ما همه سر سفره خوان علمی این بزرگان نشستیم. به حال بحث طلبگیست، چیزایی که به ذهن انسان میرسد ما عرض میکنیم و الا شأن و جایگاه صاحبان این مبنا به جای خودش محفوظ است. ما دستبوس این بزرگان هستیم و احترامشون بر ما واجبه. اما در رابطه با نقد نظر نسبت به این قول اول، اولی سوالی که مطرح میکنیم این است که بخوای یادداشتون بفرمایید این است که شما که در تعریف اجتهاد ظن به حکم شرعی را اخذ کردید، آیا مقصودتون از این ظن به حکم شرعی چیست؟ آیا منظورتون از این ظن بما هو صفتون نفسانیون که قائم به نفس انسان است می باشد، یا منظورتون از ظن بما هو فرد من افراد الحجه می باشد؟ اگر نوشتید چند دقیقه ذهنتون رو بسپارید به من. ببینید شما نسبت به یک شیئی چند حالت میتوند این نفس شما پیدا بکنه. گاهی اوقات نسبت به یک شیئی یقین پیدا میکنید. این یقین یک صفت، یک حالت است دیگه. بله، یک حالتی است که قائم به نفس شماست. گاهی اوقات نسبت به یک امری قطع و یقین پیدا نمی کنید، بلکه ظن و اطمینان پیدا می کنید. فرق بین قطع و ظن چیه؟ قطع کشف تامه، یعنی در او هیچ تردیدی وجود ندارد، احتمال خلاف وجود نداره. اما ظن کشف ناقصه،
یعنی احتمال ضعیفم برخلافش داده می شود. 80% احتمال صدق میدیم، 20% هم احتمال بدیم که خلاف بوده باشه. اینا میگن ظن ناقص، ظن کامل نیست. خب این حالت یک حالت نفسانی انسانه دیگه. گاهی اوقات هم نسبت به یک شیء شک دارید، بله 50-50 می باشد. پس شک حالت من حالات نفس، ظنم حالت من حالات نفس، قطعم حالت من حالات نفس. پس شما که میگید که این کار مجتهد، فعل مجتهد تعلق میگیرد به ظن به حکم شرعی، منظورتون از این ظن چیه؟ آیا منظورتون از ظن یعنی صفتی است که قائم به نفس طرف است، اهم از این که حجت باشد یا حجت نباشد؟ این منظورتون از این ظن که به شما میگیم ظن مطلق، اهم از این که حجت باشه یا حجت نباشه، یعنی ما کار به حجت و عدم حجتش نداریم. یا نه منظورتون از این که میگیم کار مجتهد، فعالیت علمی مجتهد تعلق میگیرد به ظن نسبت به حکم شرعی، هر ظنی نیست، بلکه ظن به عنوانی که فرد من افراد حجت است. یکی از مصادیق حجت قطعه، یکی از مصادیق حجت هم چیه؟ ظنه، که در اصول ازش تعبیر میکنیم به ظن خاص، نه ظن مطلق. ظن مطلق یعنی اهم از که حجت باشد یا حجت نباشد، بلکه منظور ما از ظن مطلق ظن نیست، ظن خاصه، یعنی دلیل خاص بر حجیتش داریم. کدامه؟ منظور شما میگی که کار مجتهد تعلق میگیرد به ظن نسبت به حکم شرعی، منظورتون از ظن مطلق و ظن است، چه حجت باشه چه حجت نباشد، یا منظورتون از ظن خاصه که اسمشو میذاریم حجت شرعی. درست شد؟ حالا یادداشت بفرمید در توضیح بدم. اگر منظور شما از ظنی که در تعریف اجتهاد اخذ کردید صفت نفسانی قائم به نفس باشد، یعنی مطلق از ظن بوده باشد، این تعریف شما دو تا اشکال داره. آیا حمیدی گوش دادی چی گفتن؟ اگر منظور شما از ظنی که در تعریف اجتهاد اخذ شده است صفت نفسانی قائم به نفس باشد، دو تا اشکال دارد. با این است که این تعریف نه جامع هست نه مانع، یعنی نه جامع افراد است و نه مانع اغیار است، اما جامع نیست. چرا؟ اینو یادداشت کنید تا من توضیح بدم. این تعریف جامع نیست به این دلیل که اگر مجتهد در تلاش علمی قطع و یقین به حکم شرعی پیدا بکند، این اجتهاد هست یا اجتهاد نیست؟ بله؟ طبق تعریف شما باید اجتهاد نباشه، چون شما گفتید اجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکم شرعی. دقت کردید؟ لتحصیل ظن. اما مجتهد در مسیر اجتهاد به چی رسید؟ قطع به حکم شرعی رسید. ظن نیست بلکه بالاتر از ظن، قطع به حکم شرعی رسیده. آیا این اجتهاد هست یا نیست؟ طبق تعریف شما بفرمایید نباید باشه. درست شد؟ پس تعریف شما جامع نیست.
این فرد رو شارع نمیشه، در حالی که یقینا اگر مجتهد قطع به حکم شرعی پیدا بکند این فعل مجتهد اجتهاد هست، ولی تعریف شما شامل این نمیشه. دو، اگر مجتهد در مسیر تلاش علمی خودش به هیچ دلیل و حجت شرعی به حکم از احکام شرعیه نرسد، بلکه در مسیر خود رسید که اینجا وظیفه رجوع به اصول عملیه هست. رجوع به اصول بفرمایید عملیه است، یعنی فتوا میداد که اینجا باید براءت جاری بشود، اینجا باید استصحاب کنید. درست شد؟ اینجا ایشون نه زن دارد به حکم شرعی که دلیل اجتهادی است، نه قطع پیدا کرده به حکم شرعی که دلیل اجتهادی باشد، اصلا دسترسی به دلیل اجتهادی پیدا نکرد. میگه اینجا وظیفه رجوع به اصول عملیه هست. آیا اگر تلاش مجتهد منجر شود به این که رجوع به اصول عملیه بشود، طبق تعریف شما این تلاش علمی مجتهد در رجوع به اصول عملیه اجتهاد بفرمایید نیست، در حالی که ما اصول عملیه را هم از مصادیق چی میدانیم؟ اجتهاد میدونیم. بله، گاهی اوقات مجتهد فتوا میدهد با خاطر ادله اجتهادی که داره، اما اگر ادله اجتهادی نداشته باشه رجوع به چی میکنه؟ به اصول عملیه میکنه. حالا طبق تعریف شما رجوع به اصول عملیه اجتهاد نیست، ولی که اجتهاد میباشه. پس تعریف شما که میگه اجتهاد ظن است، مقصود از ظن یعنی چی؟ صفت نفسانی قائم به نفس غیر از علم، این تعریف شما جامعه افراد نیست. تعریف شما مانع اغیار هم نیست. بله؟ مانع اغیار هم نیست. چرا؟ چون شما گفتید مقصود از این زن به عنوان حجت نیست، بلکه صفت قائم به نفس است، یعنی مطلق است زن. این تعریف شما شامل ظنون غیر معتبر هم می شود. مثل چی؟ مثل قیاس، مثل استحسان که آیون اهل سنت میگن. خدا زن دیگه، ما چون دو زن داریم، مطلق و زن خاص. شما میگی منظور از زن صفتون قائمتون به نفس باشه، شامل ظنون غیر معتبر هم میشود. پس این تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون علمای ما اجماع دارن اصل در ظنون عدم الحجیت است، الا ظنی که دلیل خاص بر حجیتش باشه، و حالی که تعریف شما شامل ظن غیر معتبر هم میشود. پس بناء علی هذا اگر منظور شما از زن صفتون قائمتون به نفس بوده باشد، نه جامع افراد است و منانه اغیار. درست شد؟ حالا به این فرض دوم، طرف برمیاد قائلین به این قال میگه نه، منظور ما از زن صفت نفسانی و قائم به نفس نیست، بلکه منظور ما از زن فرد من افراد الحجه هست، یعنی زن خاص می باشد. اینجا مشکل چیه؟ چی به ذهنتون میرسه؟ که درسته دیگه، اگه به منظور ما میگیم اجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم شرعی، منظور ما از ظن بالحکم ظن خاصه،
مراد از زن فرد من افراد الحجت شرعیه. بله؟ خب این که مشکلی نداره، ولی ما بازم میگیم این تعریف شما به درد نمیخوره، حتی اگر مرادتون از زن فرد من افراد الحجه باشه. یادداشت بفرمایید، بازم تعریف ناقص است، چون جامع افراد نمی باشد. جامع افراد نمی باشد. چطور؟ همون بگیم شامل قطع به حکم شرعی نمی شود، یا در جایی که مجتهد نظر است به اصول عملی رسیده است بگیم اینا اجتهاد نمی باشد. مطلب روشن شد؟ پس عمده مشکل این تعریف اول این که مقصودتون از زن رو به ما بگین چیه. اگه صفتون قائمتون به نفس باشه دو اشکال داره، نه جامعه افراد است نه مانع اقیان. و اگر منظورتون از زن فرد من افراد الحجه باشد این تعریف جامعه افراد نمی باشد. خب همینجا یه تذکر یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 434 مرحوم آقای خویی میفرماد این تعریف اجتهاد از سوی علماء شیعه درست نیست، ولی اگر علمای اهل سنت اجتهاد را تعریف بکنند به استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالاحکام شرعیه اشکال ندارد. بله؟ عبارتیشون یادداشت کنید. نعم یصح التعریف المذکور. آقای فیاض تعریف مذکور یعنی چه؟ استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکم شرعی، یعنی اجتهاد رو ما تعریف بکنیم به بله تحصیل ظن به حکم شرعی. نعم یصح التعریف المذکور علی اصول العامه، علی اصول العامه من وجوب العمل. اون اصول عمومی که اهل سنت قائلن چیه؟ من وجوب العمل بالظنون الحاصله من الاستحسانات والاستقراء والقیاس و نحوها. مرحوم آقای خویی میگه اگر ما اجتهاد را تعریف به زن بکنیم، مطلق الزن، بله اشکال شما وارده که ما علمای شیعه مطلق الزن رو حجت نمیدانیم، ولی اگر علمای اهل سنت بیان اجتهاد را تعریف بکنن بله به استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکم شرعی، بله طبق مبنای اونا اشکالی نداره که اونها مطلق الظنون رو قبول دارن. درست شد؟ باز ما عرض میکنیم به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یادداشت بفرمایید حتی بر مبنای اهل سنت هم تعریف اجتهاد به استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم شرعی اشکال دارد. و آن این است که طبق مبنای اونها هم این تعریف جامعه افراد نیست. بله جامعه افراد نیست، چون آیون اهل سنت هم بالاخره بین ظن و علم و قطع تفاوت قائلن. بله اونا میگن قطع یعنی کشف تام،
زن یعنی کشف ناقص. خب میگیم حضرات علما شما که اجتهاد را تعریف میکنید به استفراغ الوسط تحصیل زن، این یعنی اجتهاد. پس مواردی که فعل مکلف تعلق بگیرد جایی که طرف قطع به حکم پیدا کرده، هل هو اجتهاد ام لا، طبق تعریف شما باید اجتهاد بفرمایید نباشه، با حالی که قطعا از مصادیق اجتهاده. پس عرض ما به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این است که این اشکال یعنی تعریف اجتهاد به استفراغ الجهد بله لتحصیل زن، چه بر مبنای خاصه چه بر مبنای عامه مبتلا به اشکال است. طبق مبنای خاصه بگیم نه جامعه افراد میشه نمانه اغیار، طبق مبنای علمای اهل سنت این تعریف جامعه افراد بفرمایید نمی باشد. پس بنابراین چون این اشکال مبتلا، این تعریف مبتلا به این اشکاله، با این اشکال با این مبنا چه میکنه؟ خداحافظی میکنه. پس تعریف اجتهاد به فعل من افعال المکلف صحیح بفرمایید نمی باشد. اما دیدگاه دوم یادتون هست گفتن متعلق فعل علم به حکم شرعی می باشد. قائل این قول کیه؟ میان علمای ما کسی نداریم اما در اهل سنت داریم. یادداشت بفرمایید جناب غزالی در المستصفا جلد 2 صفحه 342 ایشون اجتهاد رو میگه فعل من افعال مکلف، اما متعلق فعل چه میباشد اینجور توضیح میداد. یادداشت بفرمایید الاجتهاد بذل الفقیه وسعه، بذل الفقیه وسعه. الان تعریف کرده اجتهاد را به فعلی از افعال مجتهد دیگه. بذل الفقیه وسعه، فقیه میاد تمام وسع و تلاش خودش را به کار میبندد. فی طلب العلم، فی طلب العلم بالاحکامش شرعیه. درست شد؟ علایشون متعلق فعل رو چه گرفته؟ علم به حکم شرعی گرفته. پس مواردی که تلاش علمی مجتهد قطع به حکم شرعی باشد این اجتهاد است. اما در مواردی که در مواردی که تلاش مجتهد به قطع به حکم شرعی نرسد بس این اجتهاد نیست. اینم تعریف جناب آقای غزالی. خب دیگه من فکر کنم اشکال الان برای شما خیلی روشن باشه. آقای اطهر اشکال این چیه؟ بگو ما جرأت نداریم به غزالی اشکال بکنیم. اینم اشکالش برمیگرده به اون اشکال دوم که جامعه نیست. چرا؟ چون شامل بعضی افراد نیست که علم به یقین رو پیدا. شو گفتم علم پیدا کنه اجتهاد دیگه. خب متعلق فعل قطع به حکم شریعه. آقای همین اشکالش چیه؟ آقای عطر نصف را رفته اما به زنگار میخواد مطرح کنه جاده خاکی زدی. احسن. اونجا برعکس اشکال میکنی. نمیشه بعد. دقت کردی؟ یا بر مبنای اینا که اهل سنت مطلق ظنون رو شامل زن را حجت بدون شامل نمیشه. بله؟ آره کلا درست فرمودید. من الان به دوستانم در همین گفتم
خب یه مقدار جرأت پیدا کنیم با غزالی هم یه مقدار درگیر بشیم. خب شما میگید که اجتهاد اینی که تلاش مجتهد تعلق بگیرد جایی که انسان قطع به حکم شرعی پیدا میکنه. حالا من اینجوری نوشتم یلاحظ علی دو تا اشکال حداقل به جناب غزالی وارد است. اشکال اول این است که اولا در معظم ابواب فقه فقیه با بذل وسع و تلاش خودش علم به حکم شرعی پیدا نمی کند. هست یا نیست؟ شما وقتی اصول رو می خوندید، وقتی به باب ظنون وارد می شدید، مباحث زن مطرح شده، می گفتن چرا شارع مقدس برخی از ظنون رو حجت می دونه؟ اونجا آقایون به ما گفتن چون در اکثر ابواب فقه دسترسی به قطع و یقین برای ما ممکن نیست. 20% ابواب فقه شاید فقیه علم به حکم شرعی داشته باشه، 80% موارد رو فقیه با تلاشی که می کند علم به حکم پیدا نمی کند. خب اینجا شما چی میگید؟ تا میگید اجتهاد منحصر است فقط در جایی که علم به حاصل بشه حکم شرعی، پس در مواردی که نباشد چی؟ درست شد؟ ایه. ثانیاً در موارد غالب تلاش مجتهد ظن به حکم شرعی پیدا بکند. یه پرانتز باز میکنیم. ظن خاص به مبنای امامیه، مطلق ظن بر مبنای عامه. پس باید بذل الوسع اجتهاد نباشد، بله، بذل الجهد اجتهاد نباشد، در حالی که قطعاً بفرمایید اجتهاد هست. درست شد؟ پس حرف شما یا آقای غزالی اینجا ناتمامه که شما باید فقط اجتهاد را منحصر بکنید در جایی که فعل مکلف منتج به قطع به حکم شرعی بشه. اولا گفتیم مواردی که اجتهاد منتج به قطع شرعی بشه در فقه خیلی کمه. 20% موارد قطع به حکم شرعی میکنه، 80% موارد فقه بفرمایید اجتهاد منتج به قطع نمیشه. اونجا رو چه میگید؟ خب اشکال دومی که در مواردی که بر اساس این تلاش رسیده به ظن به حکم شرعی، یا ظن خاص به مبنای ما یا مطلق ظن به مبنای خودتون، هل هذا اجتهاد ام لا؟ طبق فرمایش شمای آقای غزالی این موارد اجتهاد بفرمایید نمی باشد. درست شد؟ پس بنابراین با این مبنا هم خداحافظی میکنیم که متعلق فعل قطع به حکم بفرمایید شرعی بوده باشد. درست شد؟ پس متعلق بذل الجهد نمیتواند ظن به حکم شرعی باشد چون موارد قطع را شامل نمیشود. نمیتواند بذل الجهد قطع به حکم شرعی باشد که غزالی میگه چون موارد ظن به حکم شرعی رو شامل نمیشود. اما قول سوم و دیدگاه سوم این بوده متعلق فعل عبارت است از تحصیل الحجه علی الحکمش شرعی. آقای فیاض بین آقا چقدر زرنگ بود،
میگه آقا من گفتم این تلاش علمی مجتهد تعلق میگیرد به تحصیل الحجه. حجه اعم از این که زن باشد یا قطع باشد. پس من حرف اون دو دسته اولم نمیذارم که متعلق فعل زن تنها باشد تا شما بگید نه جامعه افراد نمانه اغیار. نه میگم فقط قطع است که شما بگید جامعه افراد نیست، بلکه این تلاش مجتهد بذل الجهد لتحصیل الحجت است. حجت سواء کان ظنا او علما. دقت هم بودید دیگه شما چی میخواد بگید؟ اصول عملیه رو هم شامل میشه. این هم حجت دیگه. و ایستالیف هم جامعه افراد هم مانع اغیار. خب ببینیم، یادداشت بفرمایید. این قول سوم رو برخی از فقهای معاصر رضوان الله تعالی علیه برش معتقدن، از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الاصول جلد سوم صفحه 435. آقای سردار و امثال سردار تو فضای مجازی دارید گوش بدید، اینا رو خوب عنایت بکنید. ببین پهلوان فقه در عصر ما متأخر مثل مرحوم آقای خویی کم ما داریم، واقعا در فقه اصول پهلوان هستن، خوب کار کردن. ما باید بریم به سمت امثال مرحوم آقای خویی، آقای حکیم صاحب جواهر، دیگران. اینا واقعا ستارگان پرفروز آسمان فقاهت تشیع هستند و اینها فکر نکرده حرف نمیزنن، بلکه فکر کرده حرفایی رو میزنن. عنایت کنید الان چقدر دقت کرده. و اگر متعلق فعل زن باشد اون اشکال وارده، علم باشد این اشکال وارده. پس ما تعبیر رو عوض میکنیم. بذل الواسع لتحصیل الحجه. عبارت آقای خویی رو یادداشت بفرمایید. میفرماید الاجتهاد استفراغ الوسع. تا اینجا با دیگران همراست. الاجتهاد، پس آقای خویی اجتهاد را فعلی از افعال یعنی تلاش علمی شما رو میگن اجتهاد. بله این تلاش علمی شما رو میگن اجتهاد. خب متعلق این فعل من چیه؟ الاجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت علی الاحکام الشرعیه. او تعیین الوظیفه عند عدم الوصول الیها. میشه اصول عملیه. بله آقا اجتهاد همین تلاش مجتهده. آقای مجتهد تو چرا تلاش میکنی؟ میگه من میخوام دسترسی به چی پیدا کنم؟ حجت پیدا کنم، دلیل پیدا بکنم. بر چی؟ برای استنباط حکم شرعی. و اگر به حجت شرعی و دلیل اجتهادی نرسیدم، حداقل وظیفه عملی مکلف رو مشخص بکنم که اینجا جای استصحابه، اینجا جای براءت چیه، اینجا جای احتیاطه، اینجا جای تخییره، کدامه. حالا بعدش ادامه میدهد. اینا یادداشت کنه، خیلی زیباست. ول اجتهاد به هذا المعنا
والاجتهاد به هذا المعنا مما لا مناس الالتزام به. الاجتهاد به هذا المعنا مما لا مناس الالتزام به للاخبار والاصول. میگه بهترین تعریف برای اجتهاد همین تعریفی است که من کردم. اجتهاد به این معنا چاره ای نیست، لا مناسه، راه فراری نیست از این که انسان باید ملتزم به این تعریف بشه. این تعریف از اجتهاد. هم آقای اخباری هم چرا؟ بله، دعوای اخباری اجتهادی روی اون حجته. اخباری حجت را منحصر در روایات و سنت میکند، ولی اصولی نه، میگه حجت اعم از عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. یعنی دعوا رو مصادیقه. و الا هر دوتا میگن اجتهاد یعنی چی؟ تلاش برای تحصیل حجت. منتها اخباری میگه به نظر من حجت منحصر در سنته، ولی اصولی میگه نه، حجت اعم از کتاب و سنت و عقل و اجماع. پس این تعریفی که من خویی برای اجتهاد کردم لا مناسه، بله، لا مناسه الالتزام به للاخبار و اصولی. اینم تعریفی است که حضرت آقای خویی و برخی از شاگردانشون و جمع من المتأخرین به این تعریف ملتزم شدن. پس الاجتهاد بذل الوصل، بله، بذل الوسع لتحصیل الحجه علی الاحکام شرعیه او تعیین الوظیفه العملیه عند عدم الوصول الیها. ما میگیم که فرمایش شما روی چشم ما و رو سر ما. به قول حضرت استادمون شیخنا المعظم آقای سبحانی هر وقت نقل میکنه آخرش میگه و یلاحظ علی. شما هم یادداشت بفرمایید، یلاحظ علی. با همه احترامی که به مرحوم آقای خویی ما قائل هستیم، بگیم به نظر میرسد که این تعریف هم تعریف تام نیست. چرا تعریف تام نیست؟ میگه وقت تمام شده ان شاء الله برای جلسه آینده. جلسه آینده محضر آقای خویی هستیم. ببین عزیزان، ما به قول مرحوم استادمون مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی از شاگردان مبرز مرحوم آقای خویی که ما 7 سال توفیق شاگردی ایشون رو داشتیم، هر وقت به بزرگان میرسید میفهمود و ما یخطر به بالی القصیر، و ما یخطر، اینا ادبه، و ما یخطر به بالی القصیر، فرمود اون چی که به ذهن قاصر ما میرسه ما نمیگیم اشکال. بله، ما جرأت نداریم به این بزرگان بگیم اشکال میخوام بر شما بگیم. میگیم یه سری نادانی های نفهمی هایی به ذهن ما رسیده، ما میخوام به محضر شما تقدیم بکنیم. بگیم حضرت آقای خویی اگر کسی به این تعریف شما این مطلب را وارد کنه، جواب شما چیه؟ آیا تعریف شما پاسخگوی این اشکال هست یا پاسخگوی این اشکال نیست؟ فردا انشالله در محضر مرحوم آقای خویی و جمعی از متأخرین که این تعریف را کردن هستیم تا ببینیم آیا این تعریف مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.